سلام به همگی، به کانال من خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم که با همدیگه آموزش ساخت یک فواره رو به شما یاد بدیم. پس اگه دوستش داشتین لطفا لایک کنید، کامنت بذارید، پیجمون رو دنبال کنید و زنگوله رو بزنید تا از اخبار ویدیوها با خبر باشید. بریم که با همدیگه آموزش رو شروع کنیم. خیلی خوب، الان با همدیگه آموزش شروع کنیم. وسایل مورد نیاز اینا هستن: چیزلد استون بریک وال، استون بریک استیرز، استون بریک اسلب، اندراد، واتر باکت، تورچ فلاور و پینک پتالز. برای شروع اول از همه بعد از چیزل استون بریک شروع کنیم. بعد از اینکه چیزل استون بریک رو روی زمین گذاشتیم، 3 تا استیر بغلش میذاریم و کنارش یه دونه استون بریک چیزل دیگه. حالا این شکلی باید بشه سازمون. اینجا کنارش دقیقاً یکی دیگه میذاریم و اینجا هم همینطور. حالا استیرها رو به داخل 3 تا میذاریم از جفت طرف. چیزلد استون بریک ها رو میذاریم اینجاها و بعد استون بریک ها رو میذاریم و تیکه اول به اتمام رسید. بعد دقیقاً همین شکلی باشه. حالا زمین رو میکنیم و به جاش استون بریک میذاریم. بعد از اینکه این تیکه رو پر کردیم بعد این شکلی بشه. حالا از وسطش باید از بلاک چیزلد استون بریک استفاده کنیم. یکی میریم بالا. حالا استون بریک والو برمیداریم، یکی دیگه میریم بالا و بعد چیزلد استون بریک. حالا استون بریک اسلب رو برمیداریم و اینجوری یک دور براش درست میکنیم. حالا اینجاها رو یکی میذاریم. باید تا اینجای کار این شکلی شده باشه. حالا استون بریک استیرز رو برمیداریم و روی این گوشایی که اضافه کردیم میذاریم تا این شکلی بشه. حالا یک استون بریک وال روی هر کدوم میذاریم و روی هر استون بریک وال هم یک اندراد میذاریم. حالا باید تا اینجا دقیقاً این شکلی شده باشه. الان میرسیم به قسمت بعدی ماجرا. باید اول از همه از بلاک چیزلد استون بریک استفاده کنیم. 2 تا میریم بالا باهاش و بعد 4 تا استون بریک وال میریم بالا. یک اندراد بالای استون بریک ها و روی این استون بریک اولی نه دومی یک واتر باکت میذاریم تا فوارمون کامل بشه. حالا از گله استفاده میکنیم. گوشه ها رو با این تورچ فلاور را پر میکنیم. فقط همینجا تورچ فلاور رو میذاریم. حالا پینک پتال رو ور میداریم. 3 تا اینجا، 3 تا اینجا، 3 تا دیگه اینجا و 3 تا دیگه هم اینجا میذاریم. و اینجاها روی هر کدوم
یکی میذاریم. آموزش ما به اتمام رسید. نظرتون رو توی کامنت ها بدین. به نظر خودم که واقعا چیز قشنگی از آب در اومد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوستش داشتین لایک، کامنت و دنبال کردن فراموش نشه. تا ویدیوی دیگه، خدا یار و نگهدار.